چی شد که یهویی دیزاینر شدم؟ سلام، چطورین؟ من فاطیما هستم، گرافیک دیزاینرم و تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چی شد که خیلی یهویی گرافیک دیزاینر شدم. من حدوداً از سال 95 دارم دیزاین میکنم. تقریبا امسال میشه 9 سال که من دارم دیزاین میکنم. یعنی شروع کردم به یادگیری دیزاین، بهتر اینطوری بگم، چون دقیقاً شروعش سال 95 بود. این ویدیو رو بگیرم اصلا بهتر اولین رو بگم، به خاطر اینکه الان جواب کنکور اومده. شما میخواید آیندهتون انتخاب بکنین، رشته‌ای که دوست دارین، حالا بعد از اون شغلی که دوست دارین، حالا واسطه اون میخواین کار پیدا کنین، میخواین مهاجرت کنین، هر کاری. من گفتم که این داستان رو براتون تعریف کنم چون خیلی ربط داره به اون موضوع و شاید الهام بخش باشه برای شما. من از سال 95 شروع کردم دیزاین کردن. سال 90 یعنی برگردیم به یک سال قبل‌تر، سال 94. سال 94 من دانشجوی رشته الکترونیک بودم. فکر نمی‌کنم هیچ جا زیاد در موردش صحبت کرده باشم که من دیپلم الکترونیک دارم و فکر نمی‌کنم خیلی جایی در موردش صحبت کرده باشم که من دیپلم الکترونیک دارم و اونم به خاطر اینه که پدر من چون خودش مهندس بود، چون برادر بزرگم مهندس بود و چون خواهرم مهندس بود، دوست داشت که منم مهندس بشم. و وقتی که من توی انتخاب رشته زمان هنرستان دبیرستان بهش گفتم که میخوام برم طراحی لباس بخونم، مخالفت کرد و تمام تلاشش رو کرد که نظر من تغییر بده. در نهایت من نرفتم دبیرستان، رفتم هنرستان، ولی منو مجبور کرد که الکترونیک بخونم به هوای اینکه اونجا توی اون رشته خیلی آینده‌ای بهتر دارم، بهتر میتونم پول در بیارم و این حرفا. خیلی معتقد نبود به هنر، با اینکه مامان من طراح لباس بود از خیلی سال پیش، تقریبا از سال 62 یا 64 فکر میکنم. ولی خب باز پدر من به من گفت که برو الکترونیک بخون. کنکورم دادم، الکترونیکم دوباره قبول شدم، دانشگاهم رفتم همین رشته رو خوندم. اتفاقی که افتاد این بود که خب من چون آلردی بچه درس خونی بودم، همه چی خوب بود، این نمره ها همه بالا فلان، ولی یه تابستونی احساس کردم که لازم یه تغییری بدم. اون موقع اینستاگرام تازه اومده بود، یعنی تازه داشت بین مردم چیز میشد، معروف میشد، همه داشتن نصب میکردن، پیج میزدن و اینا. من اون موقع از خودم عکس میگرفتم مثل بقیه آدما و میذاشتم توی پیجم، همینجوری کلیک سلفی فلان. یه روز احساس کردم که عکسام خیلی خوشگل نیستن، پس تصمیم گرفتم که برم فتوشاپ یاد بگیرم و اون موقع اینجوری بود عکسامون رو فتوشاپ کنیم. رفتم فتوشاپ یاد بگیرم که عکسامون فتوشاپ کنم بذارم توی اینستا. خب من رفتم سرچ کردم یه سری کلاس فتوشاپ، امیدوارم که صدای جیغ گربه هم نیاد. من رفتم یه سری کلاس فتوشاپ، دوره‌های فتوشاپ پیدا کردم و در نهایت اونی که انتخاب کردم برای معاونت آموزش دانشگاهی بود. کلاس هم اینطوری بود که ما می‌رفتیم سر کلاس. من خیلی خیلی مدرس خوبی داشتم، میومد تیکه تیکه ابزارا رو به ما یاد میداد، بعد میگفت که برید چیز کنید، برید تمرین بکنید. مثلا یه موضوع تمرین هم میداد، مثلا 4 تا 5 تا ابزار بهمون معرفی میکرد، برامون توضیح میداد، بعد میگفت که برید به فرض مثال یه کارت ویزیت طراحی بکنین، ولی خب از این ابزارا حتما توش استفاده بکنید و بیارید حالا جلسه بعد توضیح بدین که چجوری از اینا استفاده کردین. بعد این تمرینا بیشتر تمرینای مدلی میشدن، مثلا میگفت کارت ویزیت طراحی کنین، تراکت طراحی کنین، یه پوستر طراحی کنین، بعد موضوع میداد در موردش. اتفاقی که افتاد این بود که من از کلاس که می اومدم همونو توی خونه میشستم پای لپتاپ تمرینامو انجام میدادم. یعنی یه جوری بود که انگار پروگرام شده بودم که برم همین رو سریع انجام بدم. یکم که گذشت، یه مدتی از کلاسا که گذشت، فهمیدم که من وقتی میشینم پای این دیزاینا، پای در واقع این تمرینا، انگار که پاهام روی زمین نیست. خیلی خوشحالم، چیز خیلی عجیبی بود. یعنی ساعت ها می نشستم پای لپتاپم، بعد اون موقع میز و اینا که آنچنان نداشتم، روی میز ناهارخوریمون میشستم و با اینکه گردنم درد میگیره ولی با ساعت ها می نشستم و تمرین‌ها رو انجام میدم. نه یه دونه که مثلا استادمون گفته بود یه دونه انجام بدیم، مثلا من 10 تا انجام میدادم. میخواستم به فرض مثلا یه دونه کارت ویزیت گفته بود طراحی بکنین، من 20 تا طراحی میکردم و همه مثلا مدل‌های مختلف و هی میرفتم جلوتر، مثلا ابزارهای بیشتر فلان اینا.
به یک جایی رسید که من احساس کردم که شاید واقعا این اون حرفه‌ایه که من میخوام توی زندگیم ادامه بدم. یعنی هرچی که بیشتر میگذشت این لذت بیشتر میشد. من کلاسای دانشگاه رو دوست نداشتم برم، ولی کلاسای فتوشاپم رو دوست داشتم برم و این دقیقا همون جرقه‌ای بود که آتیش رو روشن نکرد، سر من رو کوبید تو دیوار. بعد از اینکه فهمیدم خیلی به این کار علاقه دارم، در واقع وارد یک حس خلأ عجیبی شدم. بین این که خب من 2 سال توی هنرستان الکترونیک خوندم، بعد از اون 2 ترم توی دانشگاه الکترونیک خوندم و همه اینا از نظر ظاهری اوکی بودن. یعنی من درسام خوب بود، استادام ازم راضی بودن، همه چیز اوکی بود، همه فکر می‌کردن که من با معدل خیلی بالای فارغ التحصیل میشم، همه فکر می‌کردن که من حتما یه شغل دولتی خیلی خوب توی این حوزه پیدا می‌کنم و حس عجیبی بود که من همه اونا رو که فکر می‌کردن دستاوردهای خیلی بزرگی ان ول بکنم و برم از اول یه مسیری رو شروع بکنم. روزهای من این شکلی شده بودن که میرفتم سر کلاسای خودم، میرفتم سر کلاسای فتوشاپ، توی تایمای خالی توی دانشگاه می‌نشستم تمرین می‌کردم، هی بیشتر خوشم میومد، هی بیشتر میرفتم سرچ می‌کردم، دیزاینای بهتر می‌دیدم، کارهای مثلا قوی‌تر می‌دیدم، سعی می‌کردم کپی بکنم و هی یه چیزی این پس ذهن من داشت هی میگفت که آها این همون چیزیه که تو می‌خوای و پیداش نکرده بودی. این همون کاریه که تو وقتی میشینی پاش احساس میکنی که پاهات روی زمین نیست، نه زمان رو میفهمی نه مکان رو میفهمی، فقط میشینی اون کارا رو انجام میدی و تمام وجودت سلول به سلولت دارن لذت میبرن از این موضوع. این خلأ وحشتناکی بود و بعدها فهمیدم که این زیر سایه یک ترسی بود که من از پدرم داشتم. با اینکه پدرم خیلی با ما ارتباط خیلی خوبی داره، ولی خب گارد خیلی سختی داشت در مقابل اینکه ما هنر بخونیم و خیلی سخت بود که برم به پدرم بگم که آقا من نمیخوام دیگه، واقعا میخوام انصراف بدم. روزی که تصمیم گرفتم که به پدرم بگم دیگه، آقا یا میگفت آره یا میگفت نه دیگه، روزی که تصمیم گرفتم به پدرم بگم و واقعا یادم نمیره، خیلی عجیب بود. یه روزی بود که خیلی کلاس داشتم، 7 صبح فکر میکنم تا طرفای 7 شب پشت سر هم توی دانشگاه کلاس داشتم، خیلی خسته و کوفته. برگشتم خونه و یک آن احساس کردم که الان وقتشه که به پدرت بگی. اون موقع پدر من میومد منو میرسوند دانشگاه و میبرد و اینا. من وارد خونه شدم، همون رفتم تو اتاق لباسم عوض کردم، خیلی زود، یعنی زودتر از اینکه بابام لباسش رو عوض کنه. سریع اومدم توی اتاق تا پدرم داشت مثلا تیشرتشو میپوشید و اینا، بهش گفتم که من میخوام چیزی بهت بگم. گفت چی میخوای بگی؟ من اینجوری شدم که ببین پرتابش کن بیرون، زود باید بگی. گفتم من میخوام انصراف بدم. بعد پدرم یه لحظه اینجوری شد که چرا میخوای انصراف بدی؟ از چی میخوای انصراف بدی دقیقاً؟ گفتم من میخوام از دانشگاه انصراف بدم. یه چیز اتفاق جالبی که اون لحظه افتاد، این جمله‌ای بود که پدرم بهم گفت و من هیچ وقت یادم نمیره اون جمله رو، و بهم گفت که هر چه زودتر این کارو بکن. به خاطر اینکه من هیچ وقت یادم نمیره اون روزی که تو می‌خواستی بری طراحی لباس بخونی، ولی من تمام تلاشمو کردم که رأی تو رو بزنم و مجبورت کردم بری رشته‌ای بخونی که هیچ وقت دوستش نداشتی. حتما این کارو بکن، اگرم لازم بود پولی بدیم به دانشگاه کاری بکنیم بهم بگو، من برات انجامش میدم. من که اصلا باور نمیشد. خب تمام مدتی که من خودم رو داشتم عذاب میدادم که به پدرم بگم نگم، چیکار کنم، اگه بگم چی میگه، اگه نگم چی میگه، خودم چه احساسی دارم اگه همین الکترونیک رو ادامه بدم. در تمام این مدت پدر من هم پس ذهنش احتمالاً یه عذاب وجدانی داشت که خب من چرا این دختره رو مجبورش کردم از علاقش بزنه، و بهم گفت که چی میخوای بخونی. من واقعا میخواستم که مهندسی چاپ بخونم، اونم خیلی دوستش داشتم واقعا، چون به دیزاینم ربط داشت. من میخوام برم مهندسی چاپ بخونم. خیلی تلاشم کردیم که چون اون رشته تازه اومده بود توی کرمانشاه، خیلی سخت بود ثبت نام کردن اینا، نشد و دانشگاه من گفت که خب چرا نمی گرافیک ثبت نام کنی؟ و من واقعا فهمیدم که پس باید گرافیک ثبت نام کنم و ثبت نام کردم. اینجا دیگه شانس بود. این چرا؟ چون من به این فکر میکردم که رشته‌مو تغییر بدم و برم هنر بخونم و فکر نمیکردم که چی. به چاپ علاقه داشتم و خب گفتم میرم چاپ میخونم و خب نشد، تشکیل نشد اون رشته توی دانشگاه ما به خاطر که به حد نصاب نرسید تعدادش. و اونجایی بود که گفتم اوکی دیگه گرافیک بنویسین. و خب خودم گفتم که خب دیگه چه غلطی میکنی؟
تو می‌خواستی چاپ بخونی، بعد چی شد یهویی گرافیک؟ و اون لحظه به خودم گفتم ببین دیگه اومدی دیگه یا برو، این ربط داره به اون چیزی که دوست داری. و میدونی چی بود اون لحظه؟ وقتی که داشتم تردید میکردم که باید چی کار بکنم، یه حسی منو کشون به سمت راه درست. من بدون اینکه فکر خاصی بکنم همینجور گفتم خب بنویس. اوکی، منی که به همه چیز فکر میکردم روزها و ساعتها به اینکه یه تصمیم بگیرم، گفتم اوکی بنویس، من گرافیک میخوام بخونم. و اون شد شروع تغییر مسیر زندگی من. من این داستان طولانی رو براتون تعریف کردم به خاطر اینکه میخواستم بدونید هیچ وقت نباید به خاطر چیزایی که خودتون دخیل نیستین، یعنی خودتون نمیخواین، برید وارد رشته‌ای بشید، وارد کاری بشید که دوستش ندارین. اینی که آی نمیدونم پزشکی خوبه، آی دختر خالت دکتر شده، نمیدونم پسر خالت مهندسه، وای فلانی داره فلان رشته رو میخونه تو نباید هنر بخونی، یا اصلا برعکس همه دارن هنر میخونن تو نباید مهندسی بخونی، به نظر من اصلا به هیچ کس ربطی نداره. واقعا هیچ ربطی نداره، حتی به مادرتون. شما خودتون باید بفهمین چی دوست دارین، چی کار میخواین بکنین و آیندهتون میخواد چه شکلی باشه. اینجا دقیقاً نقطه‌ای از زندگی همه ما هست که میفهمیم هر تصمیمی که برای آیندهمون میگیریم مسئولش خودمونیم و بعد از اون چه نتیجهش خوب بشه چه نتیجهش بد بشه، این ما این که یاد میگیریم مسئول مسیر زندگی خودمونیم و حتی اگر اشتباه انتخاب کنیم میتونیم برگردیم. اگر اشتباه انتخاب بکنیم، مسیر اشتباهی رو بریم، باز میتونیم برگردیم از اول شروع بکنیم. امیدوارم که الان که میخواید انتخاب رشته بکنین، رشته انتخاب بکنین که 10 سال بعد 20 سال بعد به اون انتخاب که کردین افتخار بکنین و با آرامش بگید که آخش کاری که میخواستم کردم. امیدوارم که همیشه اتفاق خوب براتون بیفته. خداحافظ.